سلام به همه رفقا. شاخداری زیر شلواری دارید قاب منو اینجا تماشا میکنید. میکروفونم گذاشتم. او مای گاد واو. حالا اینجا آشغال دونیه. شما هنوز داخل ندیدید. داخل رو با دوربین بهتون نشون میدم قشنگ برید ببینید چی هستن. خب اولین کاری که میکنید اینو میندازیم بیرون. واقعا آشغاله واقعا. داشتیم بیرون. حالا بذار نمای تو رو بهتون نشون بدم. نگاه کنید فقط خودتون نمای تو رو. نمای تو خوده. این وسیله الکتریکیه هیچی. اینا که مال این تغذیه اینا چی؟ این زیر کل جا داره. این زیرم باید درست شه حتما. در حال حاضر دارید این قاب منو تماشا میکنید. دست تکون بده. ولی یه اتاق خفنش کنم. ببین. خب تنها کاری که ما الان باید بکنیم اینجا رو درست کنیم. اینجا رو درست کنیم یعنی چی؟ یعنی این آقا رو بذاریم بالا. اینو بذاریم بالا. بری بالا. اینجا رو فقط نگیم. اینجا سانسی. علی. اوکی. به نظرتون صندلی گیمینگ گذاریم تو جا میشه؟ بذارید از اینجا جا شد. جا شد. اجازه اتفاق بالاخره جا شد. خب بذار این نما تو رو بهتون نشون بدم. این از صندلیمون. اینجا دقت نکن. این از صندلی عالی شد. اینم از اینجا. خب اینجا قرار مانیتور بیاد و اونا رو هم دقت نکنید اصلا. اون بالام که هیچی. اینجا مانیتور کیس میاد. بله چه قراره یه اتاق. شاید با خودتون میگی RGB چی؟ فکر همه چیش کردم. بذاریم ادامه ویدیو. خب الان قراره شروع شه داستان از چه قراره؟ باید یه حرکت بد بزنیم قراره دهنم سرویس شه. بعد مانیتور رو بزنیم پایین. مانیتور رو چرا بزنیم پایین؟ دور بگیم بذار من اینوری کنم اینجا. خب قراره مانیتور رو بزنیم پایین. مانیتور چرا باید بیاد پایین؟ نمیدونم چرا ولی خلاصه هیچی. و اینکه بریم مانیتور رو بزنیم پایین یا کیس رو بزنیم اونجا قراره دهنم سرویس شه. یک لیت گو. عزیز گرامی تصویر بنده رو دارید اینجا تماشا میکنید. این شد از این، اونم شد این شاقتش. آقا این شد اتاق گیمینگ ما. بریم آیا میتوانی که و دیوید برنی میتونیم ببریم یا نه؟ بریم اولین بازی ببینیم چی کار میکنیم جلوی حریف. نور RGB هم داریم اینجا دست داد خاموشش کنیم. خب بریم. خب ترکیب رو نها کن تو. رونالدینیو اصلا عشق. حال کن. ترکیب خداست. خب کیس اون ابتدا لامبورگینی میده ولی خب ببینیم
رونالدینیو. خب گل اول زدم. اون یه چرخش. ای شانس ما رو کن. شانس ما رو نگاه کن. ای بابا کجا میزنه کلیان امباپه؟ میبر میگیره لیونل مسی میبر گل. گل. کورنل. یه سانت زیبا این گله. ای بابا سگ گل چجوری بود گرفت اینو خدا وکیلی؟ چجوری تونست بگیره آجی برگام؟ من گند زدم نتونست بگیره. من گند زدم. اونور میگیره. آفساید. دم داورگر. همین دنبال فراموش نشه تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.